سلام علیکم، مصطفی عباسی هستم. توی این ویدیو می‌خوایم راجع به اختلال شخصیت پارانوید صحبت کنیم. قبل از هر چیز لازم بگم که این ویدیو برای تشخیص دقیق پارانوید نیستش، برای درمان نیستش، یه آگاهی نسبی به نسبت اختلالات و مخصوصا اختلالات پارانوید. اینجا اختلالات شخصیت اونقدر پیچیدگی دارن که گاهن نیازه که آزمون‌های اختلال شخصیت به صورت ساختار یافته ازشون گرفته بشه. یعنی اینجوری نیستش که حتی یک نفر شما رو ببینه و بگه که شما اختلال شخصیت دارید، یا شما این ویدیو رو ببینین بعد بخوایم به دیگران مثلا نسبت بدین که این فرد اختلال شخصیت داره. صرفا جهت این که ما یه ذره سنسیتیو باشیم، حساس باشیم به نسبت اینکه ممکنه کسانی که اختلال شخصیت داشته باشن باشون در ارتباط باشیم و همچین آدمایی رو ببینیم. نکته اول که راجع به اختلال شخصیت وجود داره و مخصوصا پارانوید که می‌خوایم صحبت بکنیم اینه که اختلال شخصیت باعث میشه که آدم‌ها خاص بشن، متفاوت بشن، متفاوت نگاه کنن و همین خاص بودن گاهن همون چیزیه که ماها توی دامش میافتیم و میریم این آدمه رو انتخاب میکنیم برای رابطه، به خاطر اینکه این آدم کلا یه جور دیگه داره نگاه میکنه دنیا رو، کلا یه جور دیگه ارتباط برقرار میکنه و این باعث میشه که خاص بودنش ما رو جذب خودش کنه. توی اختلال شخصیت پارانوید مهمترین عنصری که وجود داره اینه که بدگمانی شدید وجود داره. این بدگمانی گاهن میتونه علتهای مهمی نداشته باشه، یعنی پای اساس نداشته باشه، همینجوری گیر دادن وجود داشته باشه به نسبت کسی که حالا تو رابطه هستش، اینکه تو کجا بودی، با کی رفتی، با کی اومدی، هی این گیر دادن ها زیاد باشه و شما فقط تصور کن که این گیر دادن ها توی فرهنگ ما گاهن حتی جذابه. اگر یک مرد به خانومش اینجوری گیر بده یا یک خانوم به همسرش اینجوری گیر بده، ما میگیم نشان از توجه کردنه، در صورتی که توی اختلال شخصیت پارانوید اصلا نشان از محبت و دوست داشتن نیست. اون بدگمانی ذهنی یا اون الگوی ذهنی یا در ادامه ویدیو قبلی اون عینکی که رو چشم یک انسان نشسته و این عینک باعث میشه که نتونه به آدم‌ها اطمینان کنه و این عدم اطمینان یکی از کارهای خیلی مهمی که انجام میده اینه که فرافکنی ایجاد میکنه برای اون آدم، برای سیستم دفاعی که میخواد به نسبت رفتار خودش داشته باشه. نکته بعدی که تو شخصیت این آدم وجود داره بحث انکار کردنه. انکار به نسبت کارهایی که واسش داره اتفاق میفته، رفتارهایی که بهش نسبت داده میشه و دوست نداره که خیلی از چیزایی که شما بهش میگید رو بگید این رفتار رو داره بپذیره از شما و سعی میکنه که کتمان کنه. افرادی که دچار اختلال شخصیت پارانوید هستن خیلی اطمینان کمی به آدما میکنن. احتمال خیلی زیاد اینها تو خانواده بزرگ شدن که گفتن که جامعه جهان جای امنی نیستش و باید بترسی از این آدما، از بچهای مدرسه، از آدمای غریبه و این باعث میشه که اینها نتونن به کسی اطمینان کنن به صورت خیلی حاد که برای آدم به وجود اومده و باعث میشه که خیلی از اینا تحت آزمون‌های روانشناختی قرار نگیرن و مورد بررسی قرار نگیرن که متوجه شن که این اختلالات رو دارن یا ندارن. خیلی از اینها ممکنه که به پزشک و روانشناس و روانپزشک مراجعه نکنن، یعنی افرادی میان توی مشاوره، میان پیش مشاور که محصول این آدما هستن، یعنی آسیب دیده از طرف این آدما هستن. خود اون آدمای دچار اختلال عمدتاً کم میرن پیش مشاور و مگر اینکه توی یه سری شرایط خاص مثلا مورد تهدید جانی قرار گرفته باشن یا اینکه کنجکاو باشن به نسبت به یک موضوع ببینن این دچار اختلال هستن یا نه. اگر هم رابطه برقرار کنن، مشاوره بگیرن، معمولا خیلی بلند مدت نیستش، به خاطر اینکه خیلی زود اون الگویی که تو ذهنشون هستش بروز پیدا میکنه و سریع پیدا میکنن مسائلی که تو راز منو به کسی گفتی یا وایس ما رو ضبط کردی، ویدیوهای ما رو گرفتی و این شکاک بودنشون باعث میشه که این جلسات ادامه پیدا نکنه. نکته دیگه که وجود داره اینه که هر لحظه این آدم‌ها ممکنه حس کنن که دارن پایش میشن، یعنی بدگمان بشن به اینکه وای الان دارن فیلم ما رو میگیرن میخوان یه جایی پخش کنن، نمیدونم زندگی منو دارن وایسشو میگیرن، دارن من رصد میکنن، باید الان جلوشو بگیرم. خیلی از اینها برای اینکه رصد نشن حمله میکنن به دیگران. یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اینکه مورد بررسی قرار بگیرن سعی میکنن آدمای دیگر مورد بررسی قرار بدن، یعنی اینکه کنترلگری میکنن. خیلی وقتا ممکنه که ریکوردر بذارن پیش یک آدمی که حالا پارتنرشون هست، دوستشون هست، صدای همسایه ها رو هی دنبال کنن، عمیقشن ببینن اونا چی میگن، نمیدونم فالگوش وایسن و اینا باعث میشه که اینا حساس باشن به نسبت رفتار دیگران
که اگه یه روزی اون آدم بخوان ازش سوء استفاده کنن، اینا دست پیش رو بگیرن و بتونن حمله کنن. همونطور که میدونید خیلی از اختلالات شخصیت توی یک بازه قرار دارن و اینکه توی یک بازه قرار دارن باعث میشه که از لول خیلی پایین که حتی اختلال شاید تشخیص داده نشه تا لول خیلی بالا دسته‌بندی بشن این آدم‌ها. تو لول خیلی خیلی بالای اختلال شخصیت پارانوید ممکنه این آدم‌ها حتی دست به کشتار بزنن. خیلی از فیلم‌های مختلف هم هستش که در مورد این مسئله ساخته شده و یک سری از آدم‌ها بقیه رو میگیرن و بدون اینکه مثلا برن دادگاه یا مشکل آدم‌ها بررسی بشه یا ببینن واقعا مجرم بودن یا نه، اونا رو این آدم‌ها قتل عام میکنن. نکته دیگه که راجع به بحث پارانوید وجود داره اینه که ممکن خیلی از آدمای عادی توی شرایط پارانویاز قرار بگیرن، یعنی تو شرایط بدگمانی‌های قرار بگیرن که خودشون هم همچین دیدگاهی داشته باشن. یعنی ممکن برای هر آدمی پیش بیاد توی یک فضای مورد تردید قرار گرفته باشه یا یک آدم خیانتکار تو رابطه با اون آدم بوده و این آدم باعث شده که حساس بشه به نسبت رفتار دیگران. یعنی همین مسئله هم میتونه یک آدمو حساس بکنه به پارانوید بودن و راجع به رفتارهای دیگران کنترلگر شدن. پس ممکنه ما مقطعی جاهای این رفتار خودمون داشته باشیم و توی ما زیاد بشه و برعکس ممکنه که افرادی که پارانوید هستن گاهن توی شرایطی قرار بگیرن که رفتار نرمال داشته باشن و پارانویا عمل نکنن، یعنی که خودشون کنترل کنن، رفتارشون رو لایه لایه کنترل کنن، پیشرفت کرده باشن توی مدیریت رفتارشون و بروز ندن که آدم کنترلگری هستن. به خاطر این ممکنه که شما با یک آدم پارانوید تو رابطه بری و توی ماه‌های اول یا توی سال‌های اول حتی متوجه شی که این آدم پارانویده، به خاطر اینکه تونسته خودش رو کنترل کنه و مدیریت کنه و احتمالاً توی کمتر دیدن شما توی جلسات کمتری که با هم دیگه بودین متوجه این مسئله نشدین. به خاطر همین توی شروع روابط اول از همه مهمی که ما آگاه باشیم به نسبت اختلالات و نکته بعد اینه که اگر لازمه، اگر رابطه داره جدی میشه، حتما پیش یک روانشناس یا روانپزشک بریم، حتما تستای اختلال شخصیت رو بدیم. بسیاری از روانشناسا حالت پارانوید رو آمیزه‌ای از شرم و ترس میدونن، یعنی اون کنترلگریشون به خاطر ترسیدنشون هستش و خیلی از اینها تو رابطه‌ای که با آدم‌ها دارن چشمشون نمیتونه متمرکز بشه. یعنی شما تو صحبتی که می‌کنین با هم دیگه خیلی خیلی جاهای مختلف رو هی چک می‌کنن، هی بررسی می‌کنن، یک احساس ترسی همواره با این آدم‌ها هستش، ولی ممکنه که اونقدر لایه لایه این اتفاق پیش رفته باشه که شما اصلا متوجه نشید که این آدم ترس داره و احساس کنید که اتفاقا چقدر این آدم کنترلگره. اضطراب پارانوید گاهن با مصرف سروتونین بهبود پیدا نمی‌کنه و این باعث میشه که افرادی که پارانوید دارن از الکل استفاده کنن یا مواد روانگردان استفاده کنن. مسئله پررنگی که توی پارانوید وجود داره اینه که این افراد انکار میکنن، خیلی خیلی زیاد انکار میکنن. گاهن افکار خودشون رو راجع به اینکه خیانت رو نسبت میدن به پارتنرشون، به نسبت همکارشون، دوستشون، شریکشون، اینو انکار میکنن و نمیگن همچین طرز تفکری داریم، اما اینو دقیقاً نسبت میدن به پارتنرشون. یعنی که میگن که تو شیفته مردای دیگه شدی، با آدمای دیگه ارتباط داری. یعنی اینو لایه لایه میکنه، یک رفتار رو، یک چیزی که تو ذهنش هستش رو لایه لایه میکنه، میپیچونتش و اینو نسبت میده به یک آدم دیگه. این مکانیزم فرافکنی و انکاری که قبلا هم بهش اشاره کردیم توی این رفتارها خیلی زیاده. پس اگر یک وقتی قربانی همچین آدم‌هایی شدید، احتمال اینکه برچسب‌های زیادی به شما بزنن و شما رو خائن خطاب کنن در صورتی که هیچ ادله‌ای وجود نداره بر این اساس، ممکنه که شما باش روبرو بشید. سرزنشگری، تنبیه‌های دمدمی و ریاضت‌های عجیب و غریبی که خانواده‌های افراد پارانوید به اونها اعمال کردن میتونه از ریشه‌ها و علت‌های اصلی باشه که این آدم‌ها پارانوید شدن و بدگمان شدن. سختگیری‌هایی که بیش از اندازه بوده واسه یک بچه، واسه یک نوزاد که هنوز حتی قوه تشخیصش رو نداشته که بخواد ببین وارد چه دنیایی داره میشه، ولی این سختگیری‌های خیلی زیاد باعث میشه که دنیا واسه این فرد ناامن بشه و دیگه نتونه به صورت ساده، به صورت نرمال با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. و یک دیگه از منابع اصلی که باعث میشه که افراد پارانوید بشن اینه که اضطراب کنترل نشده والدین که ارجاع داده میشه به یک فرزند، به یک نوزاد. یعنی اینکه یک مادر اضطراب خودش رو نمیتونه کنترل کنه، اضطراب زندگی خودش، جوونی خودش یا حالا ارتباطی که با همسرش داره رو نمیتونه کنترل کنه و این اضطراب منتقل میشه به این کودک،
در صورتی که اون بچه، اون نوزاد هنوز کشش اون همه اضطراب رو نداره و این اضطراب ادامه پیدا میکنه، بدگمانی، ناامنی ایجاد میکنه و این توی ذهن این فرزند یا این بچه ریشه میدونه. مسئله دیگه که راجع به افراد پارانوید وجود داره اینه که خیلی کشش و تحمل اینو ندارن که اضطراب رو تحمل کنن، یعنی اینکه منتظر بمونن که ببینن پارتنرشون یا کسی که روبروشون هستش چگونه میخواد با اینها رفتار کنه. به خاطر همین پارانوید بودنشون و بدگمان بودنشون خیلی وقتا پیش دستی میکنن، یعنی قبل اینکه یک اتفاقی بیفته و راجبشون بخوان صحبت کنن ممکن این آدم‌ها حمله کنن و بیان بگن که شما این ویژگی رو داشتین، شما این مشکل رو داشتین، قبل از اینکه حتی اتفاق بیفته، یعنی اینکه شما باهاش روبرو بشی با اون اصل ماجرا. به خاطر جهتگیری‌هایی که افراد پارانوید دارن، وجه‌های اشتراکی با افراد سایکوپات دارن همونجور که اشاره کردم، اما نکته که وجود داره اینه که یک تفاوت اساسی داره که اینها رو از هم جدا میکنه، اینه که افراد پارانوید میتونن آدما رو دوست داشته باشن، در صورتی که افراد سایکوپات اون حس همدلی، حس دوست داشتن و محبت توشون خیلی خیلی کم رنگه و حتی گاهن ضد اجتماعی هستن به صورت خیلی عمیق. و نکته که وجود داره اینه که این افراد پارانوید میتونن رابطه برقرار کنن، میتونن دوست بشن، اما دوستی و رابطه با این آدم‌ها عمدتاً دچار چالش میشه، یعنی این بدگمانی، این کنترلگری ممکنه که این دوستی رو نتونه بلند مدتش کنه. در مورد رفتارهای افراد پارانوید ممکنه که این آدم‌ها راجع به مسافرت با یک هواپیما بدگمان باشن، بگن که ممکنه که این هواپیما سقوط کنه، یا مثلا هی فانتزیایی تو ذهنشون باشه که دائما تخریبه، یعنی شما فانتزی جذاب نمی‌بینی، همش چیزاییه که ممکنه یک سارق بیاد جیب منو بزنه، کیف منو بزنه، ممکنه یک نفر از ویدیوهای من سوء استفاده کنه، ممکنه یکی از پیام‌های من سوء استفاده کنه، دائم اینا تو ذهنشون میگذره و اینجا جاییه که ماها نباید دمخور این آدما بشیم یا تو بازی این آدما بریم و بگیم آره اتفاقا هست همچین آدمایی. وقتی این رفتارها رو ما داریم، رفتار اونها رو تشدید می‌کنیم و باعث میشه که اینها بدگمان‌تر بشن و یک تایید بر اساس رفتارهای خودشون بگیرن. در پایان نکته که وجود داره اینه که افرادی که با کسانی که اختلال شخصیت پارانوید دارن در ارتباط هستن آسیب می‌بینن و لازمه که این افراد حتما آگاهی داشته باشن به نسبت افراد پارانوید. ممکنه که افراد پارانوید به سراغ خودشون نرن، به سراغ مشکلشون نرن، ولی کسانی که با همچین آدمایی در ارتباط هستن لازمه که یک حفاظی داشته باشن برای رفتارها، بدگمانی‌ها، برای فرافکنی‌ها و انکارهایی که اون آدم داره انجام میده. و اگر با چنین آدم‌هایی در ارتباط هستیم خوبه که استفاده کنیم از روان درمانگر، از روانشناس و روانپزشک که به ما کمک کنه که نوع تعامل با این آدم‌ها رو بشناسیم و پیدا کنیم. و اگر کسی پارانوید هست و واقعا میخواد رو خودش کار کنه، خوبه که یه ذره دوام داشته باشه، پیگیری داشته باشه و بتونه تحت درمان قرار بگیره. واقعا این کار شهامت میخواد و امیدوارم اگر کسی دچار چنین اختلالی هستش خودش رو تحت درمان قرار بده و کمک بگیره از روانشناس و روانپزشکا. ممنون که این ویدیو رو مشاهده کردین. منتظر ویدیوهای بعدی راجع به اختلال شخصیت‌های خوشه‌های دیگه، کلاسترهای دیگه باشید. ممنونم.